المعلم يحب التلميذ المجتهد. ترجمهش: معلم شاگرد فعال را دوست می‌دارد. پس اعرابش چنین است که المعلم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. پس المعلم مبتدا بوده است. این جمله اسمی بوده است، زیرا که با مبتدا شروع می شود. يحب فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. پس يحب فعل مضارع مرفوع بوده است و فاعله، یعنی يحب فعل مضارع را فاعلش ما گفتیم فعل به فاعل نمی شود. پس و فاعله ضمیر مستتر جوازا تقدیره هو، یعنی در تحت کلمه يحب یک هو پنهان شدگی هست. ان همون هوی پنهان شدگی فاعل يحب می باشد. التلمیذ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. پس التلمیذ مفعول به بوده است. پس فعل يحب فعل متعدی بوده است، زیرا اینکه مفعول به گرفته است. المجتهد نعت منصوب یا نعت المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. پس التلمیذ منعوت بوده است، المجتهد نعت بوده است. یا میتوانیم بگیم التلمیذ موصوف بوده است، المجتهد صفت بوده است. المجتهد این صفتی نعت التلمیذ می باشد. پس الجملة الفعلیه یعنی يحب التلمیذ المجتهد، انا همین جمله فعلی. الجملة الفعلیه من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع خبر. پس این جمله فعلی خبر بوده است. ما و شما درس گذشته گرفتیم که خبر دو نمود است: خبر مفرد و خبر غیر مفرد. این خبر غیر مفرد است و خبر غیر مفرد 4 قسم تقسیم می شد: خبر غیر مفرد جار و مجرور، خبر غیر مفرد ظرف، خبر غیر مفرد که جمله اسمی باشد، خبر غیر مفرد که جمله فعلی باشد. پس در اینجا خبر غیر مفرد است، زیرا اینکه جمله فعلی می باشد. پس این بود اعراب این کلمه های المعلم يحب التلمیذ المجتهد. پس این اعراب این جمله ها بود. پس این جمله اسمی بوده است، زیرا که مبتدا و خبر هست. یا میتونه بگیم که جمله اصل جمله اسمی است، اما خبرش جمله فعلی می باشد، زیرا که يحب التلمیذ المجتهد این جمله فعلی خبر است، خبر جمله فعلی است. در اینجا موقعش است که براتون این التلمیذ المجتهد را که منعوت و نعت است کوتاهک معلومات تقدیم بگردانم. منعوت نعت را پیروی میکند از 10 چیز در 4 چیز. اون 10 چیز چی است؟ اول میتوانید بنویسید حالت رفع و نصب و جر. نصب و رفع و جر این یکتا، این 3 تا را یکتا حساب میکنیم. و مذکر و مؤنث این 2 تا را دویم حساب میکنیم، 5 تا شد.
و مفرد و مثنی و جمع، این سه تا قسم سیمی حسابات من می شود. 8 دانه شد. و معرفه و نکره، معرفه و نکره، این دو ترایت دیگه حساب میکنه می شود 4 قسم، اما 10 کلمه. پس از 10 چیز در 4 چیز نعت منعوت را پیروی میکند. انا همین چیزها هست. ببینید التلمیذه منصوب بود، المجتهده منصوب شد. این یکمین چیزی که نعت منعوت را پیروی کرد. التلمیذه معرفه بود، المجتهده معرفه شد. این دوم. التلمیذه مذکر بود، المجتهده مذکر هست. این سوم. التلمیذه این مفرد بود، المجتهده مفرد است. دیدید منعوت، نعت منعوت را از 10 چیز در 4 چیز پیروی میکند. انا همین است. اگر تلمیذون میشد مجتهدون میشد، تلمیذن میشد مجتهدن میشد، یا تلمیذتون میشد مؤنث میشد مجتهدتون میشد، اونش هم مؤنث میشد. یا التلمیذانی میشد المجتهدانی میشد. یعنی که در عدد و در معرفه و نکره بودن و در اعراب و در جنس پیروی میکند نعت منعوت را. پس این مختصر معلومات درباره نعت و منعوت. باز میتوانید که از یوتیوب درس الاجرومیه در مسئله توابع که نعت است، یکی از توابع، اون را دقت بتید و گوش بکنید و شرط و شروطش را حفظ کند کسانی که نمیدانند.